تمام خواهران عزیزی که هر هفته روزهای سه شنبه و پنج شنبه انتظار درس ها هستید، الله برکت بدهد و الها هر یک کلامی که از ما میشنوید هم برای شما هم برای ما در دنیا و آخرت فایده آور باشد. امروز شروع میکنیم از آیت 18 از سوره تبارک که الحمدلله ما درس گذشته تا آیت 17 تفسیر کرده شده بودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. پروردگار در آیت 18 میگوید پیش از اینها بودگان، یعنی الان کافرانی که در مکه هستند و پیامبر صلی الله علیه و سلم را دروغ می شمارند و این چونین تمام نفرانی که در دنیا به الله کفر می ورزند، تکبر می کنند، احکام الله را قبول نمی کنند، الله برای اینها تهدید می کند و خبر می دهد که پیش از شما بوده ها همین گونه تکذیب کرده بودند، دروغ شماریده بودند جنت و دوزخ را، استکبار کرده بودند از امرهای پروردگار. فکیف کان نکیر، ولیکن چگونه آن انکار آنها و چگونه آن تکبر و سرکشی آنها انجام یافت. خداوند بالای آنها عذاب فرستاد مانند غرق کردن قوم نوح و قوم فرعون و این چنین فرستادن شمال و فرستادن بانگ برای قوم ثمود و قوم عاد. یعنی میگوید به خود آید آنهایی که پیش از شما مرتکب این گناه شده بودند، من چگونه از آنها انتقام گرفتم. شما را هم آن مسیر انتظار است اگر در سرکشی خود دوام دهید. در دوامش میگوید برای بزرگی الله را دیدن و به آن تعظیم کردن کفایه نیست که یک بار نگاه کنید به پرندگان. پروردگار چگونه برای آنها در آسمان راه گشتن را الهام کرده است. مگر نگاه نمی کنید به پرندگانی که بالای سر شما هستند؟ آنها بالای خود را می کشایند و بالهای خود را یا قناتهای خود را جمع می کنند. در آسمان به جز رحمان که آنها را نگه می دارد. یعنی آنی که هم در روی زمین و هم در آسمان برای مخلوقات و موجوداتش راه ها را آماده کرده است. کیست که پرندگان را در آسمان نگه دارد هنگام بال زدن و بال خود را داشتن؟ انه بكل شیء بصیر. خداوند به همه چیز بیناست، همه چیز را می‌بیند و آگاه است. در دوامش الله میگوید امن هذا الذی هو جند لكم ینصركم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. کدام لشکر، کدام قوت بزرگ، کدام جمع و کدام گروه به شمایان به جز الله کمک میکند؟ کیست که شما را نگه دارد وقتی عذاب الله می آید، وقتی مرگ از جانب پروردگار می آید، وقتی آفتهای زمینی و آسمان می آید؟ کیست یاری رسان شما؟ یا در حیات عادی و شما اساساً کی کمک می کند؟ آره کمک کننده ها زیاد هستند ولی آنها همه سبب هستند. کمک کننده اساسی الله هست. الله میگوید کیست که بجز الله برای شما کمک رساند؟ ولی شما این را فراموش میکنید و شما پیوسته در کفر خود هستید، در غرور خود هستید و الله میگوید کافران همیشه در غرور هستند. من یک قوت دارم، من فرزند زیاد دارم، من پول و مال دارم، من انسانهای آبرودار را میشناسم، اما فراموش میکنید که اینجا کمک اساسی از دست پروردگار است و زمانی که پروردگار اجازه ندهد کسی شما را کمک کرده نمیتواند. در دوامش الله میگوید امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو و نفور. اگر الله رزق خود را بدارد، اگر الله به آسمان بگوید که دیگر باران نبارد و اگر الله رزق شما را کم کند یا عموما برای شما نه زمین رویاند و نه آسمان، کی به شما رزق میدهد؟
یعنی اینجا این آیت دلیل هست برای هر یک نفری که رزق را از جانب دست خود میداند، یا برای هر یک نفری که گمان میکند رزاق او، رزق دهنده او جای کارش است، پدر ثروتمندش است، یا فرزند یا شوهر یا مادر یا کسی دیگر است. الله میگوید اگر من رزق ندهم که شما را رزق میدهد. شما فراموش میکنید رزاق را، شما فراموش میکنید رزق دهنده اساسی را، ولی باز دوام میدهید در متکبری و در طغیان و در روی گردانیدن. متکبری از چی؟ که نه هر چیزی که به دستم می آید از کار من است، مانند کمونیست ها یا مانند انسان های عقلی که اگرچه بعضی خود را مسلمان گیرند، در خون و در قلب آنها جایگیر شده است که رزق از جانب بنده هست، یا اینکه کار کردی میخوری، کار نکردی از گرسنگی میمیری. آره، کار کردن این یک سبب هست، کار کردن سبب هست و برای کار کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویق کرده بودند و حضرت داوود از دست خود میخوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم تاجر بودند، بعداً همچون امیر مسلمان ها بودند. اما مؤمن باید برابر کار کردن یقین بداند که کار او رزق او نیست، کار او یک سبب هست. اگر پروردگار این کار را از دست او بگیرد، از طرف دیگر برای او رزق میدهد. و در این آیت الله میگوید کیست آنی که به شما رزق بدهد؟ اگر الله رزق شما را کم کند یا رزق شما را بگیرد، لیکن شما این را فراموش میکنید، دوام میدهید، دوام میدهید در کبر ورزیدن، دوام میدهید در گریختن از حقیقت، دوام میدهید در سرکشی، دوام میدهید در عصیان کردن و قبول نکردن که رزاق شما الله هست. این آیت برای هر یک تاجر و برای هر یک ثروتمند و برای هر یک محتاج و فقیر باید همیشه همچون یک شعار زندگیش باشد که امن هذا الذی یرزقکم این امسک رزقه. کیست رزق دهنده شما اگر پروردگار رزق تو را بگرفت؟ با یک نباریدن باران، با یک خشکیدن، با یک آمدن یا ملخ یا حیوانچه های دیگر، مردم از چند هزار تن خوراک ها یا گفتیم آذوقه ها محروم می شوند. پس به خود آییم نگوییم که رزق از جانب کار من است، این من هستم که فرزندان خود را می خورانم، این من هستم که اگر کار نکردم عائله من از بین می رود. نه، اگر الله رزق مرا کم کرد یا رزق ما را ندهد، کسی ما را خوراک داده نمی تواند. در دوامش الله میگوید قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. بگو او همان ذات هست، همان اللهی که شما امرهای او را یکسو میگذارید و بزرگی او را نادیده میگیرید. همان اللهی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب داد، یا برای شما شنوایی و بینایی و دل داد، ولی شما خیلی کم شکر میکنید. برای یک چشمی که الله برای ما داده است، یا برای نعمت شنوایی که الله برای ما یا فرزندان ما داده است، یا برای آن قلبی که آن دیگر مرکز جسم است و به قلب هیچ حیات وجود ندارد، ما باید سالها سر خود را از سجده نبرداریم. یک انسان کوچکترین کمک خود را میکند، او را اصلا فراموش نمی کنیم. این همه نعمت ها را در جسم ما خداوند برای ما داده است. اگر بیمار شدیم، همش فکرمون در آن است که چرا من بیمار شدم، یا اگر فرزند ما راه نرفت یا یک کوچکترین بیماری را در فرزند دیدیم، از همان روز به گریه شروع میکنیم که چرا فرزندان دیگر سوق سالمند، فرزند من این گونه است. اما فراموش میکنیم که با یک این بیماری هزار و یک نعمت های دیگری پروردگار است که ما آن را نمی بینیم. و این سه نعمت بزرگ را الله گشته و برگشته در قرآن به ما یادآور می شود. چشم تو را من دادم، گوش تو را من دادم، قلب تو را من آفریدم و من سالم ساختم، به من تشکر کن، مرا به خاطر آور، به من سجده نه. در دوامش الله میگوید قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند الله
و اینما انا نذیر مبین. الله میگوید که اوست اللهی که شما را در زمین کاشت، یعنی شما را در روی زمین آفرید، در همه جای زمین شما پهن گشتید، در هر طرفی آن، و باز به سوی پروردگار برمیگردید، به خود آیید. حیات فقط روی زمین نیست. شما را همان گونه که ما دانه را میکاریم، بعد از آن میروید، میدرویم، جمع میکنیم، پروردگار هم مایان را در روی زمین آفرید و در هر طرف زمین جای داد تا اینکه در روز قیامت باز همه ما را جمع کند. و الله میگوید و الیه تحشرون، و جمع شوی شما، برگشت شما به سوی پروردگار است. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. همیشه آنهایی که در دل شک و شبهه دارند نسبت آخرت، نسبت حساب و جزا، میگویند پس کی می شود آن وعد، آن وعده شما، آن قیامت کی می شود اگر شما راست گویید؟ الله میگوید به آنها بگو علم روز قیامت در نزد الله هست، من باشم یگانه بیم دهنده هستم. من برای شما از ساعت قیامت نمیگویم، من برای شما از آماده باش به آن قیامت، از احوال قیامت میگویم. من یک بیم دهنده آشکار و روشن هستم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم به تدعون. الله میگه وقتی آنها روز قیامت را میبینند و وقتی آنها دوزخ را میبینند با آن همه هیبت و دهشت، رویهایشان از غم سیاه میشود. در آیت دیگر یوم یجعل الولدان شیبا، حتی کودکان پیر می شوند، نوجوان ها سرشان سفید می شود. الله می گوید روی آنها سیاه می شود و به آنها گفته می شود که انا همین روز را شما دروغ می شماریدید، این همان روز است که شما همیشه می گفتید کی آن روز می آمده باشد، و این همان روز است که شما آن روز را می شتابانیدید، می گفتید زودتر بشود اگر قیامت باشد. ولی چهره ها در آن روز سیاه، هرچی میخواهی معذرت پرسی، هرچی میخواهی سر در نزد الله خم کنی و سجده کنی، ولی هیهات و علکی دیر است. الله در دوامش میگوید قل ارائیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. وقتی مشرکان مکه اینقدر پیامبر را اذیت میدهند و مؤمنان را، الله میگوید ای پیامبر به آنها بگو اگر یکی الله مرا هلاک گرداند و مؤمنانی در اطراف من بوده را هلاک گرداند، کی کافران را از عذاب دردناک با خبر میکند؟ یعنی هی آنهایی که بیزار از دعوتگران هستید، بیزار از مولا و بیزار از اهل علم هستید، اگر اینها نباشند کی شما را از جنت آگاه میکند؟ به اصطلاح امروزه کی مرده شما را میشوید؟ کی مرده شما را کفن میکند؟ کی به گوش فرزند شما اذان میگوید؟ یک سخنی منافقان، یک سخنی آنهایی که در قلب خود فساد دارند، فسق و فجور و بدبینی نسبت حق و بندگان الله هست، میگویند هرچه ملا زیاد است، هرچه گپ زیاد است، هرچه خواندگی ها زیاد شد، هرچه فتنه زیاد شد. اگر خواندگی ها نباشد شما چیکار میکنید؟ کی برای شما عادی ترین چیز را در وقت مادرتان میمیرد دویده دویده در ملا را میزنید؟ وقتی پدر شما میمیرد برای جنازه خواندن حتی یک سوره فاتحه رو بعضی این منافقین نمیدونن، اما وقتی یک اهل علم صحبت میکنن میگن ما بیزاریم، این از کجا پیدا شد؟ چرا اینقدر مولا زیاد است؟ برای ما انجینر لازم است، برای ما نمیدونم دکتر لازم است. آره دکتر کار خودش رو میکند، انجینر کار خودش رو میکند. انسانی که دعوتگر است یا به اصطلاح تاجیک مولا است، او برای شما از دکتر و انجینر بارها لازم است که شما در نکاحتان، در عزایتان، در بیماریتان خوشامدگویان در او می روید. باز وقت کار از کار گذشت میگید ما بیزار اینها هستیم، چرا اینها زیاد هستند؟ الله میگوید به آنها بگو که اگر ما را جانمان را الله گیرد، شمایان را کی از عذاب دوزخ نجات میدهد، که شما را آگاه میکند از روز قیامت. در دوامش الله میگوید قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین.
به آنها بگو وقت مشرکان یا گفتیم وقت دشمنان الله همراه تو در جنگ هستند، در مجادله و بحث هستند، به آنها بگو ما به آن رحمان، به پروردگاری که مهربانی و غضبش را سبقت کرد، آنی که میخواهد بندگان او را با مهربانی بشناسند. این مهربانی الله هست که این همه گناهگاران را در زمینش که مخلوق او هست جای میدهد. این مهربانی پروردگار است که با آن همه گناه به بنده های اگرچه او را دشنام کننده باشند هم رزق میدهد. به آنها بگو ما به آن رحمان، به آن الله مهربان ایمان آورده ایم و به او توکل میکنیم. و توکل عزیزان، خواهران عزیز، از گنجینه های از دست رفته ما یا فراموش شده ما هست. در قرآن درباره توکل آیت ها زیاد هستند که الله میگوید اگر مؤمنید به الله توکل کنید و علی الله فلیتوکل المؤمنون، به الله مؤمنان توکل میکنند. و معنای توکل را بعضا یا خطا میفهمیم یا عموما این چیز از دست ما رفته است. توکل اصلا معنایش این نیست که سببها را یک طرف گذاری. توکل تو سببها را پیشه میگیری اما به سبب تکیه نمی کنی. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای هجرت کردن به مدینه نقشه کشیدن، همراه حضرت ابوبکر بیرون برآمدند، راه دورتر را انتخاب کردند تا دشمن به ایشان نرسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه لشکر را آماده می کردن، از کدام طرف ضربه زدن را می گفتن، کی برآمدن را می گفتن. اینها همش سبب بود، اما در قلب خود نصرت از طرف پروردگار است، یاری از طرف پروردگار است، به الله توکل داشتند. مشکل ما یا این است که توکل گویان یگان سبب را پیشه نمی گیریم، توکلش به الله گویان در یک حالت سالها زندگی میکنیم، یا اینکه سبب را برای خود معبود میگیریم، یعنی سبب را خدا میسازیم و به سبب توکل میکنیم. توکل این است که سببهای دنیوی رو میگیری، میگوی من هرچی از دستم آمد کردم، بقیهش الله مهربان به دست خودت هست، اگر تو صلاح دانی آن را برای من نصیب میکنی. من سببها رو پیشه گرفتم، اگر یکی نشد در آنجا حکمتی تو هست که تو آن را به من نصیب نکردی. مؤمن باید در همه چیز توکل کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما اگر در حقیقت توکل داشته باشید، همان گونه که پرنده ها را الله رزق میدهد شما رو رزق میدهد. پگاهی روزی گرسنه بیرون میشوند پرنده ها، بگاهی سیر بر میگردند. این معنایش این نیست که تو به یگان هدف باشی، نه، یک هدف رو بگیر. وقتی هدف رو میگیریم از هر طرف شیطان و پیروان شیطان، انسان هایی که عموما فقط به مادیات باوری دارند ما رو احاطه میکنن. اگر این خیل شود چی، آن خیل شود چی. الله میگه فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی عزم کردی سبب ها رو پیشه گرفتی تمام شروع کن، بقیه رو به الله سپار. توکل این است که سبب را اصلا شما برای خود انجام دهنده کار نمیگیرید، میگوید این سبب است و من کردم، بقیه به دست الله. این سبب است و من انجام دادم، بقیه به دست الله. و به الله میگید خدایا من شروع کردم، دوامش را پروردگار تو به آخر برسان که من نه حول دارم نه قوت دارم، از دست من چیزی نمی شود. چه خیلی گفتم توکل یا این بزرگترین عبادتی که در مؤمنان حقیقی، آنانی که ایمان قوی دارند پایدار است، الان از بین رفته است. سبب ها را پیشه میگیریم و بقیهش را به دست الله میسپاریم که خدایا ما سبب ها رو پیشه گرفتیم، بقیهش دیگر به دست تو است، خودت به خیر به انجام برسان. و در دوامش الله میگوید و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. و به آنها بگو که شما به نزدیکی خواهید دانست که کی در گمراهی هست. برای چین را میگوید؟ برای آن که مشرکان مکه هم پیامبر را گمراه میگفتند و حتی فرعون هم موسی را میگفت این یک گمراهی هست که میخواهد در زمین فساد را پهن کند. و ببینید که خواهران عزیز، اهل صلاح و اهل ایمان را همیشه با گمراهی
با فتنه چی گفتن و با رادیکال گفتن و با پهن کننده فساد گفتن تهمت میکردن، الان هم تهمت میکنن. یعنی نباید وقتی کسی شما رو گمراه میگوید یا وقتی کسی شما رو فند یا چیز دیگر میگوید از این آزرده خاطر باشید، برای آنکه این سنت اهل فساد است که همیشه اهل اصلاح را تهمت میزنند به گمراهی. در دوامش الله میگوید در آخرین آیت الحمدلله در آیت 30: قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. در اینجا بالاترین نعمت خود را الله میگوید، نعمتی که سبب رزق تمام موجوداتش است. الله میگوید به آنها بگو اینقدر تکبر میکنید، اینقدر خود را از عهده همه چیز میبرآمده گمان میکنید. اگر همین آبی که شما مینوشید زیر زمین شد کی برای شما آب شیرین یا آب ریزان را از نو بیرون میکند؟ اگر شما اینقدر قدرت داشته باشید برای خود آب بسازید و اگر خشک شد که به شما باران میدهد، که برای شما از زمین آب میدهد. یک نباریدن باران چندین ساله ضرر اقتصادی خود را به دولت ها میرساند. مردم حتی به باران نگاه کرده هم قدرت الله را یا که بزرگی الله را نمیتوانند بشناسند. آخر این همه کتگی و تکبر که ما این را میکنیم اون را میکنیم، به نزدیکی کشتی ما تا میریخ میرود، ما ماه برآمدیم. شما یک قطره باران ساخته نتوانستید، شما یک قطره آب تا امروز ساخته نتوانستید. پس چرا اینقدر انسان ضعیف خود را قدرتمند گمان میکند؟ پس چرا این انسان ضعیف اینقدر خود را جبار و گویا به همه چیز توانمند برای مردم میشناساند؟ الله میگوید همین آبی که مینوشی اگر من آن را گرفتم تو یک قطره آب بیرون کرده نمیتوانی. پس این همه تکبری، این همه خود را قوی گرفتن و ضعیفی خود را قبول نکردن و ناتوان بودن خود را اعتراف نکردن چرا؟ و الله شاهد باشد که ما خیلی ضعیفیم، ناتوانیم، بیچاره‌ایم. ما یک قطره آب نوشابه نوشاکی خود را پیدا کرده نمیتوانیم. ما به یک برده نان یا حتی یک دانه گندم را ساختن و آفریدن قدرت نداریم. محتاج به کمک پروردگار یگانه هستیم. این بود الحمدلله آخران سوره پاره دوم و خیلی امیدوار هستم که برابر تفسیرش خواهران عزیز حفظ میکنید و چه خیلی که در اول درس گفته بودیم این سوره سبب نجات یافتن از عذاب قبر می شود. با یک کوشش کمتر یا گفتیم با یک کمی وقتی خود را صرف کردن از این برکتی این سوره انشاءالله به نصیب نمیماند.